در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. از این قسمت الله میفرماید والله یقبض و یبسط. الله یک میبنده دروازه های خیر بر روی انسان، الله یک باز میکنه دروازه های خیر بر روی انسان. و الیه ترجعون. بازگشت به کجایه؟ رجوع به کجایه؟ به سوی ذات اقدس الهیه، به سوی ذات اقدس الهی. پس وقتی ما به سوی پروردگار عالم رجوع میکنیم و میریم، پس باید چکار کنیم؟ قبل از اینکه به طرف پروردگار میریم چیزی به دستان خود بفرستیم، از کار خیر، از برنامه خیر، از حرف خیر. بالاخره در عرصه‌ای که همه اینها چراغ راه، در اون راهی که تنگ و تاریکه، برای خود آماده بسازیم. اینجا الله سبحانه تعالی این آیه اشاره میکنه که والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. گفتیم که از آیه‌ای که الم تر الی الذین خرجوا تا اخیر سوره الله سبحانه تعالی
داستانها و یا حکایت پند آموزی برای ما و شما بیان میکنه که از اینا پند بگیریم، از آخر بیان میکنیم که اینا چی درس ها برای ما داد. این آیه مبارکه الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل داستان جهاد حضرت طالوت و حضرت داوود علیه جالوت بیان میکنه. حضرت طالوت که میگیم، به سر حضرت طالوت اختلافه که طالوت آیا پیامبر بود یا نبود. نظر صحیح‌تر اینه که طالوت پیامبر نبود، فرمانده صالحی بود، انسان شایسته‌ای بود و نیکی بود. در این آیه مبارکه بیان میشه در بین بنی اسرائیل پادشاهی بود ظالم و ستمگر. پادشاهی بود ظالم و ستمگر، ظلمی به اوج خود رسیده بود از لحاظ قتل، غارت، دزدی، ظلم، ستم، بیبندوباری، بی‌حیایی. با حالتی رسیده بود که بنی اسرائیل فرار کرده بودن از چنگ ظالم و ستمگر. اسم از این ظالم چی بود؟ اسم از این ظالم جالوت بود. این پادشاه ظالم، پادشاه مستکبر، پادشاه متکبر، پادشاه خودخواه این قرار داشت. بنی اسرائیل آمدن به نزد پیامبری که در همون وقت و زمان بود. پیامبری که در همون زمان که جالوت پادشاه ظالم قرار داشت، پیامبری که به اون وقت زندگی میکرد به نام شمویل، بعضی سمویل کتاب ها آورده، یا اشمویل که اشماویل میگن که در عربی اسماعیل خوانده میشه. پیامبری به نام حضرت شمویل علیه السلام ای زندگی میکرد. مردم آمدن، بنی اسرائیل آمدن پیش ای پیامبر، گفتن که ای پیامبر خدا، از خدا بخوا که خداوند یک پادشاهی، یک امیری برای ما خلاصه بده که او در مقابل امی جالوت استادگی کنه و جالوت را از بین ببره. ظلم و ستم جالوت به اوج خود رسیده. حضرت شمویل علیه السلام دست به دعا بلند میکنن. از برکت دعای حضرت شمویل علیه السلام خداوند از بین از این قوم شخص به نام طالوت ایر میفرسته، ایر انتخاب میکنه. الله سبحانه و تعالی برای حضرت شمویل میگه امی طالوت یا امیر بنی اسرائیل و بالاخره همی مؤمنین و اینها، هم مؤمنین همون وقت زمان پیروان حضرت شمویل بودن دیگه. وقتی که حضرت طالوت میآیه، حضرت طالوت این بچه این پادشاهزادم نیه و سرمایم نداره. اینجا بنی اسرائیل میگن که ای شمویل، ما گفتیم که تو کسی رو بفرست که او یا پادشاهزاده باشه یا سرمایه داشته باشه. این نه پول داره نه هم پادشاهزاده، یعنی نمیتونه یه امیر ما قرار بگیره. اینجا الله سبحانه و تعالی بیان میکنه، میگه که خیلی ما چیزی سرمایه برای از این طالوت دادیم که فوق همه سرمایه. چی دادیم؟ علم دادیم. به طالوت علم دادیم، به طالوت بدن قوی دادیم. منظور از بدن قوی نبود که طالوت چاق باشه و آباد باشه و کته باشه، نه، یعنی فکر از او قویه، انسان با تجربه، انسان داناییه، انسان با حکمتیه، انسانیه که میتونه که این لشکر سرپرستی کنه. اینجا خلاصه قوم حضرت شمویل علیه السلام گفتن ما ایر قبول نداریم، به یک شرط قبول داریم که ای چه کار کنه؟ ای همون صندوقی که ما در گذشته داشتیم، به اصطلاح تابوت ای بیاره، نشانی که ما بفهمیم که از جانب خدایه. تابوت چی بود؟ بین مفسرین بحث های ارتباط به تابوت یا صندوقی که ذکر میشه. هر کدام که بیان کنیم مگر یک والله اعلم بگیم، چون در قرآن فقط همون زر گفته شده که اونها درخواست تابوت یعنی صندوق کردن، صندوق هم آماد. مفسرین بیان میکنن که صندوقی بوده حضرت آدم علیه السلام که خداوند خلق کرد. خداوند صندوقی به حضرت آدم داد، داخل او صندوق تکه‌ای از تکه های بهشت بود. از اول یعنی از خود حضرت آدم تا خاتم تمام تصاویر انبیاء علیهم السلام روی همین تکه درج بود. حضرت آدم دید که کی از نسل از پیامبر میشه و کی نمیشه. این بعضی مفسرین بیان میکنن. یا این که همان تابوتی بود که خدای تبارک و تعالی صندوقی به بنی اسرائیل داده بود که اینا به هر جا که میرفتن
اور پیش میکردن خدای تبارک و تعالی فتح و ظفر و پیروزی به برکت همو تابوت و همو صندوق بر اینا نصیب میکرد. روزی عمالقه به سر از اینا هجوم آوردن، اینا فرار کردن، تابوت ماند. تابوت را عمالقه دشمنان بنی اسرائیل بردن. خودی خو وقتی که بردن، عمالقه میدانستن که این تابوت یعنی سرمایه عظیم و بزرگ بنی اسرائیل، به هر جا که برن فتح و ظفر میرسه ایر باشه رد از ایر به اصطلاح گم کنیم و از بین ببریم. تابوت را آوردن به دریا انداختن، دریا شق شد، خشک شد و بالاخره صندوق یک طرف صحیح و سالم گذاشته شد. بیا آوردن تابوت را با آتش کشیدن، باز هم نسوخت. آخر به جایی رسید که تابوت در یکی از تفاسیر در تبیین الفرقان از حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه امیر بیان میکنه، میگه در وسط دو تا گو ایر تابوت را بسته کردن و گو رها کردن در جنگل ها، اینها گفتن به هر طرفی که رفت. در همو اسنایی که تابوت عمالقه رها کردن که این بره به هر طرفی که دلمی دو تا گو میخواه، در این اسنا بنی اسرائیل بیامدن حضرت پیش کنار حضرت شمویل که تو دعا کن که اگر تابوت تالوت خود خو آورد ما قبول میکنیم. حضرت شمویل رخت در یک گوشه شروع کرد به دعا کردن که خدایا این قوم میت خواهش کردن. حضرت جبرائیل هم میره، بالاخره همون تابوت را از وسط شاخهای گو بر میداره و بالاخره میاره برای حضرت طالوت تقدیم میکنه. داخل تابوت چی گذاشته بود؟ در این آیات هم اشاره میکنه. داخل تابوت آثار تبرکی از انبیا علیهم السلام، از او جمله از حضرت موسی علیه السلام عصا اینا گذاشته بود. بالاخره از حضرت هارون عمامه گذاشته بود. اوراقی از ورقهای تورات گذاشته بود داخل از او صندوق. به هر جا که میرفتن او تابوت یعنی همون صندوق جلو بود و بالاخره لشکرم به عقیب از او فتح و ظفر می آمد. تابوت که به دست کی رسید؟ به دست حضرت طالوت رسید. اینجی قوم حرکت کردن پشت سر ازی که برن به طرف جهاد و مبارزه و اینها که با کی بجنگن؟ با جالوت بجنگن. وقتی که اینا حرکت کردن، تعداد لشکری که همراه حضرت طالوت میره در روایات و تاریخ میاره که 80,000 نفر بودن. خدای تبارک و تعالی اینا به دست حضرت طالوت ابتلا و آزمایش کرد. با وسط راه یک نهر بود، یک جوی آب بود. به وسط راه خدای تبارک و تعالی دستور داد، یعنی با حالتی که به حضرت شمویل وحی شده بود و به حضرت طالوت الهام شده بود، اینها حضرت طالوت به افراد خود گفت هر کس به کنار این نهر برسه و از این نهر آب بنوشه و از منیه، باید آب نخوره. اگر میخوره هم باید یک جرعه و یا یک غرفه، یک کمی، یعنی کف دست بیشتر نخوره. میفهمید چه ابتلا و آزمایش سختی؟ مسیر راه طولانی، دشت، کوه، سوزان، تشنگی، همینا مجردی که به دریا رسیدن. این کدام دریا بود؟ دریایی که نزدیک فلسطین قرار داره. به این طریق همین مجردی که اینا به دریا رسیدن، یکی خور با آب زد و یکی پوست خور با آب زد و یکی شروع کردن به نوشیدن آب. از 80,000 نفر 4,000 نفر کامیاب بیرون شدن متبقی. 76,000 دیگه اینها حضرت طالوت گفت شما برگردیم، شما دیگه بریم پس به سرخانه و زندگی، شما اهل جهاد نیم، شما ناکام شدیم در این ابتلا و آزمایش. وقتی که حرکت میکنن میآین و بعضی روایت میاره که 4,000 بودن، بعضی روایت میاره که همین 313 نفر به اندازه صحابه بدری که در بدر بودن 313 نفر، اینا 313 نفر بیشتر نمانده بودن. خلاصه تا آخر داستان رو میگم که باز آیات رو بخوانیم خوب واضح و شفاف باشه. اینا وقتی که میآیند در وسط را یک شخص چوپانی داشت، نوجوانی به نام داوود. این به این لشکر پیوست. وقتی که این حرکت کرد رو به طرف جالوت میآیند، این دشمن بزرگ الله سبحانه تعالی، در وسط را سنگ صدا میکنه ارتباط به داوود که مر وردا که مر بالاخره مامو کشنده جالوتون. این داوود که یک شخص نوجوان و یک چوپانیه، به اصطلاح امروز ما و شما فلاخان کسته، ما و شما بیشتر عوامی پلاغون میگیم.
این در عرصه چوپانی که کار میکرد دست از این خوب به فلاخان رو بود، سنگر داخل از این میکرد و بالاخره گرگی که اگر بر رمه خور میزد این میتونست گرگر به زودترین فرصت ایر از بین ببره و از رمه جدا کنه. سنگرم برداشت و کیسی خو کرد و بیامدن. لشکر بسته میشه، سفارایی میشه. جالوت با لشکر عظیم و بزرگ با تمام امکانات و تجهیزات، اینها 313 نفر در بعضی روایات که میاره، بعضی روایات که همون 4000 نفر، به این طریق آنقدر امکانات و تجهیزات ندارن. صف که بسته میشه اینجا میگن که کی بیایه مبارزه کنه؟ حضرت داوود. همین داوودی که هنوز دیگه پیامبر نشده، یک چوپان بوده و بالاخره یک نوجوانه، این میایه میگه من مبارزه میکنم. جالوت که یک پهلوان بزرگیه میایه به وسط میدان، داوود هم میایه. در مرحله اول حضرت طالوت اجازه نمیده داوود، میگه تو نوجوانی، پهلوانم نی، جالوت پهلوان بزرگیه، اگر تو به مرحله اول کشت لشکر تزلزل وارد میشه. میایه پیش حضرت شمویل علیه السلام که من میرم به میدان با جالوت مبارزه میکنم. حضرت شمویل هم اجازه نمیده. بعد این ماجرا رو میگه من از وسط راه می آمدم، سنگی به من صدا کرد که مر بردار که امروز پیروزی و کامیابی به دستتونه. این جریان که به حضرت شمویل گفته میشه، حضرت شمویل میگه که حال برو تو، که در این یک اصرار به یک رمزه. تا حتی وقتی که داوود میایه به میدان، در تاریخ و روایات و بعضی تفاسیر میگه چند نفر آمدن پیش پدر داوود که فرزند خور بگردان که امروز روز کشتن از اینه، ایر به یک ضربه ایر جالوت میکشه. بعد پدر میگه که اگر داوود در شأن خود نمیدید نمی آمد وسط میدان. همین بود که جالوت با داوود روبرو میشه. وقتی که روبرو میشه جالوت میخنده، به اصطلاح همیته با تمسخرآمیز میگه تو آمدی که با من مبارزه کنی؟ میگه بله که ما آمدم. میگه تو یک چوپانی، تو نه پهلوانی به این طریق، با چی مبارزه میکنی؟ کو شمشیر تو، کو نیزه تو، کو بالاخره. بعد فلاخان به اصطلاح پلاغون رو بیرون کرد و گفت من به همین مبارزه میکنم. گفت به همین؟ به این که تو در وسط گوسفندان سگر به این میزنی، تو به همین مبارزه میکنی؟ گفت امروز هم که بیا آمادم که تو سگر بزنم. تکبیر! به همین بود که بسیار جالوت خشمی گرفت، بسیار خشمی گرفت. میگه بعد میخواست که حمله کنه. داوود در تفسیر خیلی جالب میسه، میگه که داوود یک قدم پیش میرفت، یک قدم پس میآمد به عقب. بعد امی سنگر و داخل همی فلاخان کرد، چرخاند و چرخاند و چرخاند. وقتی طرف جالوت زد رسن میخوره به سر جالوت، سر از این چه کار میشه؟ بر علاوه که پاش میشه به زمین میخوره و نقش بر زمین میشه، تمام لشکر جالوتی که با تمام امکانات بود فرار میکنه. وقتی که فرار میکنه بنی اسرائیل میدوند. بنی اسرائیل وقتی که بنی اسرائیل دویدن، بعد از همین لشکر جالوت امکانات، تجهیزات، شمشیر، نیزه و غنایم زیادی به دست بنی اسرائیل میفته. اینجا دیگه حالا چنین جایگاه داوود به خود پیدا میکنه، چنین جایگاهی پیدا میکنه که همه بنی اسرائیل دوست دارن. به همین واسطه بعد از مدتی خدای تبارک و تعالی داوود به عنوان پیامبر خود انتخاب میکنه، میشه حضرت داوود علیه السلام. داوود از این شجاعت، از این غیرت، از این مردانگی که به کار برد چی میشه؟ پیامبر خدا میشه. انمی آیات، انمی داستان و انمی جریان بیان میکنه. حالا متوجه باشین. الم تر الی الملأ، آیا ندیدی به سوی جماعتی که از بنی اسرائیل من بعد موسی، که بعد از موسی بودن، یعنی در زمان شمویل علیه السلام، اذ قالوا، آن هنگامی که گفتن، لنبی لهم، برای پیامبرشان، برای پیامبر خود گفتن، بیامدن پیش حضرت شمویل گفتن ابعث لنا ملکا، مقرر کن، تعیین کن برای ما پادشاهی که نقاتل فی سبیل الله، تا بجنگیم در راه خدا. یک پادشاهی برای ما بیار که ما بریم امرای این جالوت ظالم بجنگیم. قال، گفت هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، آیا توقع میره
یعنی میترسم از اون لحظه ای که این کتب علیکم القتال، اگه فرض شه بر شما جنگ جهاد، الله تقاتلوا، شما به جهاد نریم. چنین هم شد، وقتی حکم جهاد میآیه عقب نشینی میکنن. قالو چی گفتن؟ قالو گفتن و ما لنا، ما چی شده؟ چه کار شده؟ برای ما چی گپه که الله نقاتل فی سبیل الله، در راه الله نجنگیم؟ در راه الله ما چه کار شده؟ چرا نجنگیم؟ و قد اخرجنا، در حالی که بیرون کرده شدیم ما، من دیارنا، از خانه ها، ما از خانه ها ما بیرون کردن، و ابنائنا، و ما از زن و فرزند ما جدا کردن، ما از فامیل و زن و بچه همه جدا کردن، ما چرا نجنگیم؟ فلما کتبه، وقتی که فرض شد، واجب شد، علیهم بر ایشان القتال و جهاد، تولوا، اینها پشت گشتاندن، رو گشتاندن. الا قلیلا منهم، مگر گروه اندکی. بسیاری از اینا گفتن که ما کی گفتیم ایت جهادی، ما کی بالاخره ایت شرایط گفتیم؟ اندک فقط از اینا من. والله علیم بالظالمین، الله نیک داناست، خوب میدانه. به چی میدانه؟ به حال ستمگاران. همین نمیگم، میگن به پا پله معلوم میشه، به پا پله معلوم میشه. دمی که دستور جهاد داده بشه اونجی معلوم میشه، دمی که بالاخره با پیامبر صلی الله علیه وسلم توهین شد معلوم میشه. خیلی جریانه. ما واقعا وقتی در همین لغو و کنسرت صورت گرفت، او وقت ما بفهمیدیم که کی استاده و کی نیه. این خیلی مهمه. مرد و نامرد به وقتی که صحنه برابر میشه، اونجا انسان متوجه میشه که کی مرده و کی نامرده. اینا درخواست کردن این نامردا از حضرت شمویل علیه السلام که تو جهاد بیار، ملکی بیار، پادشاهی بیار، ما همراه از اون میریم به جهاد. پادشاه بیامد، دستور بیامد. اینجا چه کار کردن؟ فلما کتب علیهم القتال، وقتی برایشان جهاد فرض شد، تولوا، اینا رو گشتوندن. مگر چی؟ قلیلا منو، اندکی از اینا بیچارهای مخلصی بموندن. والله علیم بالظالمین، الله خوب دانای به حال ستمگاران. و قال لهم، گفت برای از اینها نبیهم، پیامبر از اینا، ان الله قد بعث لكم، هر آینه فرستاد الله سبحانه و تعالی، یا مقرر کرد برای شما، تعیین کرد، طالوت ملکا، طالوت به عنوان پادشاه. طالوت یک شخص شایسته‌ایه. تا بعضی هم میگن که پیامبره، اما نظر صحیح‌تر اینه که طالوت ولی خدا، دوست خدا، مرد شجاعی بوده، پیامبر نبوده. قالو ان یکون له الملک، اینجا بهانه گرفتن، گفتن چگونه می باشه برای این پادشاهی علینا بر ما، و نحن احق بالملک منهم، ما مستحق تریم. این سرمایه داره، نیم پادشاه زاده، ای بالاخره از راه بیامده ای پادشاه بشه. ولم یؤت سعة من المال، ای چه کاره؟ برای از این دادن نشده سرمایه و دارایی و اینها. قال الله تعالی، قال، پیغمبر چی میگه؟ این پیغمبر حضرت شمویل میگه ان الله اصطفا، هر آینه خدای تبارک و تعالی پسندیده، برای از این داده. چی؟ ان الله اصطفا، ایر که وقتی پسند کرده علیکم بر شما به عنوان امیر و پادشاه، برای از چی داده؟ و زادته، افزوده بری ازی، داده بری ازی، بسطتا فی العلم، فراخی در علم، علم زیادی داره. دیگه چی داره؟ والجسم، جسم قوی داره. منظور از این جسم یعنی چی؟ یعنی تجربه کامل، یعنی حافظه کامل، قلب سالم، و بالاخره جسم قوی هم چیز واضح و مسلمه در حدیث میاره که جسم قوی نسبت به جسم ضعیف به نزد الله بیشتر ارزش داره. آدم باید جسم خودم متوجه باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که ولی عینک علیک حق ولی اذنک علیک حق، متوجه باش، چشم برگردن تو حق داره، گوش برگردن تو حق داره، زبان برگردن تو حق داره. ایت نشه که امیت بالاخره بگو که امی زبان لال بشه. چشم را امیت چیزای ببین که مثلا طرف خورشید نگاه کن یا جای دیگه نگاه کن که چشم خور از بین ببری، نابینا کنی. گوشر برو آنقدر یک صدای قوی و صدای بد و دلخراش بشنو که تا این گوش از بین بره. نه، اینا همه حقی داره. انسان باید متوجه دست، پا، گوش، هوش، فکر، اینا همه باید باشه. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه دو امتیاز به طالوت داده شده، یک علم فراخیه و دوم جسم قویه، و جسم سالمی داده شده. والله یؤتی ملکه، الله که میدهد
ملک خود را، پادشاهی من یشا برای هر کس که بخواد. این لازم نیه که حتما پادشاهزاده باشه، حتما سرمایه داشته باشه، نه، الله سبحانه تعالی به هر کس که بخواه میده. والله واسع علیم. خدای تبارک و تعالی فضلش چیه؟ او ذاتی که واسع وسعت داره، فضل از او یعنی فراخ فضل از او، علیم و بسیار دانای ذات اقدس الهی. و قال لهم نبیهم، گفت برایشان نبی از اینا، پیامبر اینا، ان آیت ملکه، هر آینه نشانه سلطنت و پادشاهی طالوت اینه که ان یأتیکم التابوت، این که بیاره برای شما تابوته، یعنی صندوقه، همون صندوقی که گفتیم، فیه که در از صندوق سکینتون من ربکم، آرامشیه از جانب پروردگار، و بقیتون، و باقی مانده داخل او صندوق، مما ترک، اشیای تبرک که آل موسی و آل فرعون، منظور یعنی از خود موسی و از خود هارون، آل موسی و آل هارون، یعنی اشیای تبرکی از حضرت موسی و حضرت هارون، تحمله الملائکه، نشانی دیگه اینه که این صندوق کی حمل میکنه؟ این ملائکه میارن. و چنین هم شد که توضیح دادیم، ان فی ذلک لآیات، هر آینه اینها چیه؟ در این مسائلی که بیان کردیم، این نشانه های برای شما، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشید. کسی که مؤمن باشه اینا رو باور میکنه. کسی که مؤمن باشه یعنی وقتی که صندوق میایه، این اشخاصی که ایمان داشته باشن باور میکنن. اشخاص بی ایمان که به طریق اولا بالاخره حضرت شمویل هم رد میکردن، طالوت هم رد میکردن، صندوق هم رد میکنن. کسی انبیای خدا رو تصدیق میکنه، کسی تابوت رو تصدیق میکنه، اینا کسانی هستند که مؤمن باشن. فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که فصله یعنی جدا شد طالوت به همراه چی؟ با لشکر، قال گفت ان الله مبتلیکم بنهر، هر آینه الله سبحانه و تعالی آزمایش میکنه شمار به نهرین، به اون جویی که بیان کردیم، سر جو که رسیدیم چه کاره؟ نخوریم. فمن شرب منه، هر کس بنوشه از همین جو، از همین نهر، فلیس منی، او از ما نیه. این ابتلا و آزمایشه، اوج تشنگی، اوج بالآخره گرسنگی، به دریا آدم برسه و آبم ننوشه. ابتلا و آزمایشه، امتحان خداوندیه. باز یک اجازه حضرت لوط میده، و من لم یطعمه، کسی که از امی بچیشه یا بخوره چه کاره؟ فإنه منی، کسی که و من لم یطعمه، کسی که نخوره از این، فإنه منی، او از منه. اما الا من اقترف غرفه بیدی، مگر اگر خل فشار میاره، یک غرفه همین جرعه، یک کف دست آب بخوره. فشربوا منه، همه خور زدن، 80,000 نفر بزدن به دریا، پوزا خور گذاشتن به دریا، نوشیدن که تا بالاخره جیگر نایخ کرد. الا قلیلا منهم، مگر گروه اندکی از اینا نخوردن، 313 نفر نخوردن، یا بعضی روایات ها میاره 4000 نفر نخوردن. فلما جاوزوه، وقتی که گذشتن از همی دریا، از همی دریا، هو به همراه همی طالوت، والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن، معه که به همراه از این. حالا دیگه از دریا چی کسی به همراه حضرت طالوت؟ کسی که آب نخورده، یا که بیخی خورده، یک جرعه خورده. اینایی که خور سر آب کرده بودن، اینها دیگه تیر نشدن. قالو، گفتن، اینجا یک توجیه دیگه داره، بعضی مفسرین میفرمایند 4000 نفر خود حضرت طالوت آمدن، وقت لشکر جالوت رو دیدن، همینایی که کمی بیشترتر آب خورده بودن که اینا تیر شدن دیگه. اینجا اینا هم به تزلزل شدن. چی گفتن؟ مجردی که لشکر جالوت رو دیدن، قالو، گفتن لا طاقت لنا اليوم، امروز توانایی نیه که چکار کنیم؟ به جالوت و جنودی، امروز دیگه ما نمیتونیم با جالوت و لشکر از این رو بروشیم. اینجا باز بعضی مفسرین میفرمایند، میگن اینایی هم که یک جرعه و یا بیشترتر خورده بودن، اینا هم جدا شدن، 313 تا خود حضرت طالوت ماندن. این تطبیق بین هر دو قول. 4000 نفر از دریا تیر بشد، اما لحظه ای که چشم اینا به لشکر افتاد، دیگرام جدا شدن، 313 نفر ماند. قال الذين، گفتن کسانی که ظنون گمان میکردن، یعنی یقین داشتن که انهم همان ایشان ملاق الله، ملاقات میکنن الله را.
اینایی که مخلص بودن، متدین بودن، عشق به جهاد داشتن، اینا میفهمیدن که ما با الله ملاقات میکنیم، شهید شیم با الله ملاقاته. اینا چی گفتن؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. چی بسا طایفه اندکی غالب میشه بر جماعت بسیاری. به چی؟ به اذن الله سبحانه و تعالی. یعنی غم نخوریم. 313 نفریم، الله با مانه. اگر جالوت با همه سپاه و لشکره، او الله نداره، او خدا نداره، اما این 313 نفر به یقین کامل، به توکل کامل حرکت کردن. اینجا اینها گفتن کم من فئة قلیلة، بسا از طایفه اندک. چی بسا طایفه اندکی چه کار میشه؟ غالب میشه بر جماعت کثیری به اذن الله سبحانه و تعالی. نکته مهمیه. اینا موفق میشه به چی؟ به تجهیزات؟ نه. به شمشیر؟ نه. به بالاخره به آل و اسباب ظاهری؟ نه. به اذن الله، به اجازه الله، به کمک الله. والله مع الصابرین، خدا همراه صابرینه. ولما برزوا لجالوت و جنوده، هنگامی که ظاهر شدن در مقابل لشکر چی؟ جالوت. اینجا دیگه چی میگن؟ این 313 نفر، این بندگان مخلص الله، اینها چی میگن؟ قالوا، گفتن ربنا، بار الها، پروردگارا، افرغ علینا، بریز بر ما، صبرن، ای الله امروز بر ما صبر عطا کن، و ثبت اقدامنا، ای الله امروز قدمهای ما را ثابت داشته باش، یعنی نلغزان، قدمها ما سست نشه. وانصرنا، ای الله ما را تو کمک کن، علی القوم الکافرین، بر قومی که اینها کافرن. جالوت کافره، لشکریانزی کافره، ای الله امروز از تو کمک و یاری میخواهیم. وقتی اینها با خدا راز و نیاز کردن، فهزموهم باذن الله، پس شکستاندن مسلمان ها لشکر کفار به اذن الله سبحانه و تعالی. چگونه؟ وقتی که داوود میزنه جالوت رو میکشه، دیگرها فرار میکنن. اینجا چه کار میشه؟ به می اسنا قتل داوود و جالوت، کشت داوود جالوت را، زد به او سنگ به فرق سر جالوت که کشته شد، نقش بر زمین شد، لشکر از او فرار میکنه. و آتاه الله الملک، داد الله سبحانه و تعالی همین داوود را چی داد؟ پادشاهی داد. و الحکمت، حکمت داد، یعنی علم داد، دانش داد. حضرت داوود علیه السلام به لفظ مرغان اینها میفهمیدن. مرغا وقتی چوچو میزد حضرت داوود میفهمیدن که اینا چی میگه. این حکمت در خداوند داد، الله یه جایزه میده دیگه. و علمه، و بیاموخت داوود در تعلیم داد مما یشاء، چیزایی که میدانست. در روایت ها میاره که الله سبحانه و تعالی چنان صوت زیبایی به حضرت داوود علیه السلام داده بود که وقتی خود زمزمه داشتن، حضرت داوود که از پیامبرانیه که کتاب نازل میشه، زبور به حضرت داوود نازل میشه، وقتی اینا زبور رو زمزمه میکردن، میگه اگر کنار دریا بودن ماهیا میامد رو آب، اگر پرنده از بلندسر تیر میشد یا پرنده میفتاد یا پرنده مینشست همیت گوش میکرد که تا بالاخره بیهوش میشد. پرندگان ایت خداوند به حضرت داوود صوت زیبایی. حتی در بعضی روایات میاره که اهل بهشت در بهشت از داوود خواهش میکنن علیه السلام که تو با ما یک زمزمه داشته باش که ما بشنویم. حسن داوود علیه السلام بعد از حسن حضرت یوسف علیه السلام که یعنی در زیبایی خود حضرت داوود علیه السلام چنین بودن. اما پس همه برمیگرده به پیامبر صلی الله علیه و سلم. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. هر چی که باز حضرت داوود توصیف کنیم به پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیرسه. خب و علمه مما یشاء، تعلیم داد الله سبحانه و تعالی از آنچه که میخواست. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر الله دفع نمی کرد بعضی مردمان به وسیله بعض دیگری، یعنی اگر طالوت نمی فرستاد به جان جالوت و اگر داوود جالوت نمی کشت، هر آینه چه کار میشد؟ لفسدت الارض، زمین فساد ورمیدشت. ولكن الله ذو فضل على العالمین، ولیکن اینه که الله بسیار صاحب فضل بر چی؟ بر همه عالمیان. اگر در دنیا بعض انسانها به وسیله بعض دفع نشن، زمین فساد ورمیداره.
زمین چگونه فساد برمیداره؟ تا حتی اگر پیش روی ظالمر مسلمان ها نگیرن، پیش روی کافر مسلمان ها نگیرن، زمین خدا فساد برمیداره. به همینه که جهاد آماده، جهاد کنیم. اگر مسلمان ها جهاد نکردن، تا حتی در روایات میاره، چون به اینجا آماده که ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض، اگر مسلمان ها تا حتی سستی کنن، الله سبحانه و تعالی ظالم به وسیله ظالم از بین میبره، کافر به وسیله کافر از بین، اشغل الظالمین بالظالمین میکنه. بیتری خیلی هم تا حال این کار و این برنامه ها شده که دو تا ظالم به هم افتاده، هر دو تا از بین رفته، دو تا کافر به هم افتاده، هر دو تا از بین رفته. این خیلی در دنیا و در تاریخ و در اینها آمده. تلک آیات الله نتلوها، این آیاتیه که الله سبحانه و تعالی بیان کرده. چی؟ نتلوها، این آیه هایی که الله از جانب الله نتلوها میخوانیم، میگه این آیات را تلاوت میکنیم علیک بر تو ای پیامبر. اینهایی که ما از شمویل و یا اشمویل و یا حزقیل و یا بالاخره از طالوت و از اینها ما بیان کردیم، یا جریان جالوت بیان کردیم، اینها که به تو تلاوت میکنیم، اینها چیه؟ بر تو که تلاوت، اینا به حق، اینا به راستیه، اینا پیامبری تو ثابت میکنه، اینها رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت میکنه. و انک لمن المرسلین، هراین تو به تحقیق از جمله رسولان مایی. یعنی ای پیامبر مثل که قبل از تو انبیایی بوده، پیامبرانی بوده، و بالاخره امروز تو رسول مانی و تو عزیز مانی. تلک الرسل فضلنا، این آیه نمیخوانیم، درس هایی که از این آیاتی که امروز ترجمه شد که درس میگیریم، کدام درس ها این آیات برای ما میده؟ ارتباط به حضرت داود علیه السلام یک کلمه دیگه هم اشاره میکنم. بعد از حضرت شمویل علیه السلام، حضرت داود با عنوان پیامبر وقتی که فرستاده میشن، در یک روایت آمده که بعد از شمویل علیه السلام 40 سال و در یک روایتی آمده 70 سال اینها هم سلطنت داشتن، هم کار اینا کار پیامبری بوده. یعنی پادشاه بودن، پیامبر هم بودن. و خلاصه بعد از 40 سال 70 سال که در روایت های مختلف آمده، حضرت داود علیه السلام فوت میکنن، در نزدیکی بیت المقدس دفن میشن. درس هایی که از این آیات میگیریم، درس اول وقتی که حادثه و مشکلی در امور دینی و دنیایی رخ میده، انسان باید چه کار کنه؟ وقتی که بنی اسرائیل در مقابل حاکم ظالم ستمگر مثل جالوت برابر شدن، اینا چه کار کردن؟ بیامدن با کی مشوره کردن. مشوره خیلی مهمه، با علما، با صلحا، با رهبران دینی مشوره لازم و ضروریه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم دروازه وحی بر روی اینا بازه، بازم با صحابه مشوره میکنن. این درس رو به ما میده که اگر به مشکل و یا حادثه در کار امور دینی و دنیوی روبرو شدیم، ما هم که از این درست و صحیح نجات پیدا کنیم، مشوره کنیم. مثل که اینها موفق شدن، مشوره کردن، بیامدن با حضرت شمویل علیه السلام مشوره کردن. سبب مشوره همین شد که الله سبحانه و تعالی اونا رو پیروز کرد. نکته دوم، ریشه کمالات و فضائل مال و فامیل و نجات نیه. خیلی مهمه. ریشه کمالات و فضائل مال نیه، فامیل هم نیه، نجات هم نیه، بلکه چیه؟ علم اول، ایمان، علم، عرفان، تجربه، شجاعت، سخاوت، عدالت، همه خوبی هایی که صفات حمیده و پسندیده که در وجود انسان نهفته اینه. پس اگر یک وقت کسی بر سر ما رهبر میشه، از هر جا میخواه باشه، از هر منطقه میخواه باشه، شرط اینه که ایمان کامل، علم درست، عرفان درست، تجربه کامل، عدالت، سخاوت، اینا رو داشته باشه. به جان و دل میپذیریم. دولت بنی اسرائیل بهانه نمیگیریم که طالوت سرمایه نداره و طالوت پیغمبر امی پادشاه زاده نیه. نه، خدای تبارک و تعالی میگه طالوت علم و حکمت بری ازی، یا علم و جسم قوی بری ازی داده شده. سوم،
هر کاری که به اهل از او سپرده بشه او وقت کار درست و صحیح پیش میره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند زمانی که کار به اهل از او سپرده نشد اینجا دیگه فانتظر الساعه، انتظار قیامت رو بکشید. اگر هر کار به اهل از او سپرده نشد اینجا دیگه کار به هم میریزه. کار باید به اهلی سپرده بشه در تمام برنامه. یعنی شخص اهل چگونه باید به او کار علم داشته باشه، تجربه داشته باشه، آگاهی داشته باشه، فهمیدگی داشته باشه، کار رو پیش ببره. وقتی از صلاحیت یک کار بیرون نمیشه او کار بری از او سپرده میشه. امروز که وضعیت مسلمان ها به هم ریخته به خاطر چی؟ چون کار به اهلی سپرده نمیشه. از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ بالاخره میبینیم بس های قدرت ها و اینها، از ریاست جمهوری گرفته تا وزرا تا کابینه تا ولی تا قماندان تا بالاخره ولسوال تا مسئول شورا منطقه تا ارباب تا مدرسه تا همه بخش ها اینا حساب بشه. کار که به اهلی سپرده شد این کار منظم پیش میره. کار اگر به اهلی سپرده نشد منظم نیه. کار به اهلی در این راستا سپرده شد. طالوت اهل این کار بود. بعد داوود علیه السلام اهلیتی کار رو داشت، خداوند از اینا کار گرفت. چهارم مقام مسئول، کسی که یک جای مسئولیت داره میتونه زیر دستاخور امتحان کنه. تا حتی از این مفسرین بیان میکنن که استاد میتونه از شاگرد امتحان کنه، قماندان میتونه از عسکر امتحان کنه، امیر میتونه بالاخره پیر از مرید و میتونه هر کدام از زیر دستان خود. چرا؟ به خاطر که طالوت زیر دستار امتحان کرد. از این نهر آب کسی نخوره. هر کس از این نهر خورد چه کاره؟ این ناکام میشه. میخوره بعد یک جرعه بخوره. هر کس نوشید از این نهر ناکام شد. این درس رو به ما میده که از زیر دستا اگر امتحان بگیریم کار بدی نیه. چرا؟ به خاطر که در این عرصه لایق از نالایق فهمیده میشه، مخلص از غیر مخلص فهمیده میشه. پس امتحان به این واسطه که انسانهای مؤمن و شایسته از انسانهای غیر مؤمن و غیر شایسته جدا بشن. پنجم، برای مقابله با دشمن از این که امکانات کم به دست باشه انسان باید پریشان نباشه. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. توکل، یقین، باور اینها که باشه دیگه به فکر امکانات و تجهیزات نباشیم. ششم، توسل و تدبیر به وسایل و اسباب منافی توکل و اعتقاد به تقدیر نیه. چنین هم نباشه که باز بالاخره بگیم که ما بدون امکانات، بدون شمشیر، بدون گپ و گفت میریم به جهاد. نه، حضرت طالوت درسته که لشکر کم بود اما توصیه کرد که شما امکانات داشته باشین، تجهیزات داشته باشین به اندازه توان. پس ای که ما شمشیری برداریم، زره بپوشیم و بالاخره همراه خود اگر تفنگ داشته باشیم، سلاح داشته باشیم، امکانات داشته باشیم به خاطری که در مقابل دشمن بتونیم ایستادگی، این دیگه منافات به چی نداره؟ به توکل و به اعتقاد. این دیگه ضدیت نداره که توکل آدم کم شده باشه و بالاخره چه کار باشه؟ به اعتقاد ضربه بخوره یا خدای نخواسته این کاری باشه ضد تقدیر و اینها. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم زرر میپوشیدن، شمشیر بر می داشتن، بعد به طرف دشمن حرکت میکردن. اینجا میگفتن ای الله توکل و تو حرکت بکن، زرر بپوش، تفنگ بردار، امکانات در مقابل دشمن که لازمه بردار و بالاخره آله بگو و من یتوکل علی الله فهو حسبه. درس هفتمی که این آیات برای ما میده، مؤثرترین وسیله پیروزی بر دشمنان چیه؟ دعا و انابت به طرف خداونده. به لشکر که روبرو میشی دیگه نگو که شمشیر من تیزه، نگو که بازوم قویه، نگو که من قچاقم، نگو توان دارم. نه، بیرون بشودی. اما مؤثرترین وسیله پیروزی بر دشمن دعا و انابته. بسانی جنگ که برابر شدی دست به دعا بالا کن. ای الله ما که تا این مسیر آمدم، ای الله شمشیر را برداشتم، ای الله ضرر پوشیدم، ای الله بسانی جنگ برابر شدم، ای الله این دشمنه، ای الله من روبرویونم، حال دیگه از تو چکار کن؟ ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اینجا دیگه حالی چکار بکن؟ دعا بکن. اینجا دیگه دعا بکن. پس این خیلی رمز من جلسه درس ما و شما چی ردم؟ ای الله من آمدم تفسیر گذاشتم، زحمت کشیدم،
این دوستا آمدن به جلسه درس آمدن، اما من نمیتونم در دلها از اینا تاثیر بگذارم. ای الله تو هستی که یه حرف من بر دلها بالاخره می نشانی. ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و پیامبر بودن. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم. ای پیغمبر اگر دنیا به دست تو باشه نمیتونی دلها از اینا کنارم جمع کنی. ای الله که در دلها از اینا الفت و محبت و صمیمیت آورده. پس به این طریق هر کدام ما و شما، حالا شما ببینیم برادرای دعوت و تبلیغ، برادرای دعوت و تبلیغ وقتی که بیرون میشن یک برادر دم یک دکان در یک سرای در میزنن، نمیگن که ما بیامدیم. یکی از شرایط و اصول دعوت و تبلیغ اینه که وقتی با یک انسان بینماز بدبخت شقی انسان که روبرو میشه، انسان چی میگه؟ ای الله همیر که رفتم از تا دکانی بیاوردم، به تم مسجد بیاوردم تا به همینجا توان مبود، از اینجا دیگه تاثیر به دست تو ندیگه، بیاد بلا کیف تو ندیگه، دل ازی به دست منیه، جسمی رو آوردم. ای الله فکری رو تو تحول ایجاد کن، دل از تو تحول ایجاد کن. ای الله در دل ازی تو بالاخره یک تأثیری بده. به اینه که آیه مبارکه این درس رو به ما میده که بعد از اینکه کار خیر یا مسئله خیر یا اینا رو انجام میدیم، نگیم از زور بازو خودمانه، نگیم تلاش خودمانه، نه، ایر بگیم ای الله تا به این لحظه که بیامدم. یادم آمد از یک قصه، از یک داستانه. از داستانی میگه یکی از اولیای خدا خبر شد که به یک جای یک زن بدکاریه، یک زن بدکاریه. بیامد پیش روی زن بدکاره دور خورد، گفت که کجا میری؟ گفت امشب میرم به مون محلی که رفتنی بودم. بعد از این گفت چندی به تو میدن؟ گفت مثلا 500 افغانی. گفت ما به تو امشب 1000 افغانی میدم، همراه من میری؟ گفت با من چی فرق میکنه؟ هدف اینه که پول به دست بیایه. بیا. میگه زن بدکاره و فاحشه همراه خود آورد و به خانه اولیای خدا، کسی که دعوت و تبلیغ و ارشاد داره از هر لحاظ باید کار کنه. میگه بعدن ایر بیاورد به خانه و بعد از این جای نماز رو انداخت رو به طرف قبله استاده شد و این اولیای خدا و این مرد خدا شروع کرد به نماز خوندن. این زن فاحشه متوجه که این نماز میخونه و سلام میده و بالاخره باز به نماز میسته و باز گریه میکنه. آخری زن وردش گفت شب صبح شد، از من چی میخواستی؟ چی میخواستی؟ گفت من وقتی برای تو پول دادم تو باید در این خانه بنشینی، در این خانه بنشینی، صبح که شد تو پس راه بالاخره دروازه باز میشه و میری، تا صبح خدمت هستی یا نه؟ گفت بله. گفت بنشین. این دوست خدا دیگه نماز خوند، دیگه نماز خوند. بعد دست آخر بند گفت ای الله، گفت ای الله ایر از راه فاحشه خانه بگشتندم، ای الله ایر از راه معصیت بگشتندم، ای الله زحمت کشیدم تا بالاخره به این جا آمد، ایر هموق زر آوردم تا به همین لحظه تا به سر خط و سر مرز آوردم، حال دیگه این هدایت به دست تونه. میگه این دعا کرد دعا کرد دعا کرد، این دعا میکرد، پشت سر نگاه کرد که زن گریه میکنه. بعد از چند لحظه زن میره وضو میسازه و میای به نماز میسته و تائب میشه و توبه میکنه و پیشگاه الله سبحانه تعالی زن صالحه و شایسته میشه. تکبیر! این وظیفه ما و شما. این چیه؟ این وظیفه ما و شما. این درس رو به ما میده مؤثرترین وسیله پیروزی بر دشمنان دعا و انابت، رجوع به سوی خدا. ای الله، ای پروردگار، بالاخره از خدا خواستن. میبینیم که این لشکر طالوت وقتی میآید دعا میکنن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. درس هشتمی که میده صاحب کمال هرچند که دارایی موقعیت پایینی باشه، کسی که دارای عقل و کماله در اجتماع موقعیت خوبی نداره و یا این که سن کمی داره، چه کار باید باشه؟ باید مورد احترام قرار بگیره. داوود سن کمی هم داشت، موقعیت اجتماعی هم پایین بود، وقتی که این دارای کمالاته خداوند او رو به عنوان پیامبر میفرسته. وقتی که طالوت علم داره، کمالات داره، امیر بالاخره لشکر قرار میگیره، خداوند از او کار میگیره. میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه در سن 19 ساله او سر لشکر قرار میدن و بالاخره لشکر عظیم و بزرگی که به طرف روم روان میشه او به عنوان امیر قرار میدن، چون کمال، عقل، اینها مهمه.
سن و سال مطرح نیه. شاید بالاخره خیلی 17-18 ساله 15 ساله باشن که از 100 ساله هم عقل و کمال اینا بیشتره، باید او انسان مورد احترام، مورد بالاخره ارزش و اینها قائل بشن برای از او. نهم درسی که ای آیات برای ما میده، در میدان جنگ انسان باید با عجز و عاجزی به سوی خدا حرکت کنه. در میدان جنگ به نزد خدا عاجز بشه، از درون ای الله پروردگارا. پس برمیگردیم به بحث قبلی، اما از داخل با خدا ارتباط برقرار کنه، عجز، عاجزی، تواضع، فروتنی، بالاخره آنقدر عاجز بشه که هر چی که فکر میکنه نزد الله سبحانه و تعالی کبر و غرور و تکبر و خودخواهی کنار بگذاره. این در سر برای ما میده که اینجا چه کار میشه؟ فتح و ظفر و پیروزی میآید. در حالتی که اگر انسان بفهمه هم که 1000% پیروز میشه، باز هم کبر و غرور برای از او دست نده، تکبر برای از او دست نده. دهم، از این آیات معلوم شد که هر کس خدمت به دین نمایه، خداوند متعال او را مخدوم میسازه. یعنی چی؟ یعنی دیگران برای از خادم قرار میده. حضرت داود علیه السلام در دین الله خدمت کرد، زد بزرگترین دشمن الله را کشت. چه کار میکنه؟ الله سبحانه و تعالی دیگرار برای از خادم قرار میده، او پیامبر انتخاب میکنه و بالاخره دیگرار عاشق از او میکنه. بنی اسرائیل همه گرویده حضرت داود علیه السلام میشه. صدای خوش میده الله میده، چهره زیبا میده الله میده، صدای زیبا میده الله. چنان ارتباط به معجزات حضرت داود علیه السلام باز در لابلای قرآن میآیه و میخوانیم. آهن چقدر سخته، آهن دیگه. یکی از معجزات حضرت داود علیه السلام این بود که آهن رو به دست حضرت داود خداوند نرم میکرد. مثلا یک چیزی که آهن بود حضرت داود میگرفت و قد میداد، نرم، هیچ زحمت نمیخواست. این چیه؟ این حضرت داود در راه الله خدمت کرد، خدای تبارک و تعالی هم به پاداش خدمت از او برای از این لطف کرد. این مطمئن باشیم هر کس در دین الله خدمت کنه چه کار میشه؟ خدمت کرده میشه. هر کس در دین الله خدمت کنه الله برای او عزت میده. هر کس در دین الله از جان و دل چه کار کنه؟ خدمت کنه، الله سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت او سرفراز و سربلند میکنه. پس تا میتونیم به هر ناحیه‌ای که میشه به دین الله خدمت کنیم. در عرصه درس، تعلیم، شما طلاب همالی چه کار میکنیم؟ شما به دین الله خدمت میکنیم. استادایی که تدریس میکنن چه کار میکنن؟ اینا به دین الله خدمت میکنن. برادرای دعوت و تبلیغ وقتی که دعوت و تبلیغ دارن اینا چه کار میکنن؟ اینا به دین الله خدمت میکنن. برادران مجاهد که در جهاد و اینها مصروفن جهاد میکنن، اینا چه کار میکنن؟ اینا در دین الله خدمت میکنن. تاجر و سرمایه‌دار وقتی میای از تجارت و اینها مصرف میکنه، این چه کاره؟ این خدمت در دین الله. همه اینها خدمت در دین الله. شرطی اینه که خالصانه و مخلصانه باشه. همه اعمال ما خالصانه و مخلصانه که بود الله عزت میده. نکته اخیری که از این آیات چی در سر میگیریم اینه که اگر جهاد نباشه زمین فساد برمیداره. ذروت سنامه الجهاد، قله بلند اسلام جهاده. قله بلند اسلام جهاده. مثل که همین کهان شتور رسول الله صلی الله علیه و همور مثال میزنن. کهان شتور از تمام اعضای شتور بلندتره، میگن ذروت سنامه الجهاد. این در سر به ما میده که همیشه مجاهد باشیم. مجاهد چی رقم؟ مجاهد همینه که در حق مجاهدین دعا داشته باشیم، این جهاده. با مجاهدین سهم داشته باشیم، جهاده. برنامه دعوت و تبلیغ جهاده، درس و تعلیم جهاده. اما افضل الجهاد کدام جهاده؟ جهادی که در مقابل دشمنان انسان استادگی کنه و سینر سپر بگردانه. وقت ما و شما هم تمام شد. انشاءالله تا جلسه بعدی که باز ادامه این آیات خوانده میشه. خدای تبارک و تعالی همه ما و شما عامل به قرآن بگردانه. خدای تبارک و تعالی علم و عمل و اخلاص برای همه شما عزیزان عنایت بفرمایه. آنهایی که طلب دعا نمودن خدای تبارک و تعالی جمیع مریضان را شفای عاجل عنایت بفرمایه. بار الله پروردگارا، خدایا درس قرآن و جلسه قرآن و تفسیر قرآن، خدایا پروردگارا ما آمدیم در خانه تو، در حضور کلام تو. یا الله بر همه ما توفیق عمل و اخلاص عنایت بفرما.
خدایا جمیع مسافران را صحیح و سالم به خانه و کاشانهشان برسان. خدایا پروردگار آنهایی که اسیرن، خدایا آنها را از قید اسارت نجات بده. بار الها پروردگارا علم با عمل و با اخلاص به این طلاب عزیز و به این حاضرین گرامی خدایا به همه عنایت بفرما. خدایا خواهران مسلمان را حفظ بفرما، با عزت و با عفت داشته باش، با حجاب اسلامی داشته باش. یا الله یا رحمان، خدایا زندگی ما را زندگی قرآنی بگردان، جامعه ما را جامعه قرآنی بگردان. خدایا پروردگارا خانواده ما را خانواده قرآنی بگردان. خدایا مجاهدینی که در هر گوشه از دنیا هستند و به خاطر اعلای نام تو جهاد میکنن، یا الله پیروز سرفراز و سربلند داشته باش. خدایا پروردگارا دشمنانی که به دین ضربه وارد میکنن، خدایا مکر دارن، حیله دارن، یا الله آنها را هدایت کن. خدای هدایت کن، خدای هدایت کن. اگر قابل هدایت نیستن محو و نابودشان بگردان. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف أمراضنا وأمراض المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اختتام.